خب برعکس خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل میرادیم. حالا تک تکتون خوب باشه. امروز توی این ویدیو اومدیم با پارت 2 گیم نیگرز، نمیدونم نیگرز همین چیزیه، ترجمه فارسیش میشه کابوس های کوچک. ایتو اسمش یا عکسش میذاره رو صفحه، میتونید ببینید. اومدیم با پارت دوم. پارت اولش داخل چنل هست و اینکه امیدوارم خوشتون بیاد از این ویدیو. معطلت میگم سریعتر بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اینجا بلند شو که وقت حرکت است. حرکت کو. سبده که به دردمون نمیخوره. سبده دیدن چیه؟ حالا قفصه چیه؟ به دردمون نمیخوره. به بالا نکنی اینو باید قطع کنیم، از این بریم میری بالا عزیزه. یادم چپ رو بگیر. آفرین پسری دختری نمیدونم با ما بتونیم پسر. برو بالا ای افتادیم بالا. خب اگه اشتباه نکنم F روشم که چرا. خب بابا نروشم نکنه باید بفهم روم شیفت میتونی شیفت بگیر من فکر نمی کنم برسیم به اون یکی. اونقدر فاصله زیاده. شاید کار دیگه بکنم. ای بابا نه رد کردیم بخره. خب من شد خواهیم که برم میفتم مسلما. عقل جونن. زنجیر بالا میری؟ زنجیر میگیری یا نه؟ از زنجیر و بریم بالا. عالی. خب سر کار با اینجا. الان این نیفتم. ایر جان مادرت نوردبون چیش میگه چیز خاصی نمیگه. خوبه بازیش دمیج نداره. دیدی مثلا بیفتی این موردی میخواد خود دمیج نداره. این چیه دستگیره میگه میره بالا. اوکی باید بکشمش بیارمش نزدیک. بعد این کشیدم بپرم روش. اول دستگیر رو بکشیم بیاریم این و سریع بپرم روش برم احتمالا اون رو برم. یه ذره سخت میشه کار. خب جان مادرت رسید. خودکار برنگرده. زنجیر رو بگیر. اسکت زنجیر نمیگیری؟ بالا بالتا اپر اینور. یه چه خواهد افوز هم روشن کنیم. صداهای ناجوری از این ورده میاد. برق داره. این بگشم برم تو مثلا همون یکی چیز بود داخل مهد کودک بود. چود
بابا برو بالا. گیرش آدم کسخلی افتاد. من بالا نمیری. این رو باز میگه. من باز میگه. چیکار کنم؟ بیشتر از این باز میگه. چه خبره؟ میرم قفسه کنم. نه قفسه اینجا هم نداریم. قفسه بکنم. چیکار کنیم؟ از سیم میگیری بالا. تو بقیه این هم کشیدی در بگی این در میاری. بله پر برو بالا بچی جان. اصلا من خوب کن. نمیرسم خود چیکار کنم که امیدوارم این تایمر دار نباشه که هست. بکن نه نیست قد شد بله از بیخ قد شد. اینجا چیه؟ از این آدم کوچولو. خب دوست عزیز و گرامی نارنج پایین حیفته یا اینا تنابدار اوه چوس مسقال قد داری. چقدر من این وزن داری؟ اینو داری میکشی بالا. این همون تناب داره این بغل بود که گفتم اوی ای بابا بابا داشت تو تاریکی میاد اینه. بدو 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 برو برو تو برو تو ای اوک شبیه همونجاست. نباید من ببینم. کار کنیم بزی یه بار دیگه. اول پشت این یکی بعد برم پشت اون چرخه. خب اوکی بازم اینجا باید میسیم چرخه بیاد بگم داخل کشتی اینجا نیم تکون میگم. ای 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 بابرش سوال دارم الان. سوال دارم دوربین مگه نباید منو ببینی؟ چون من خوش شدم مگه. بدو 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 برو بالا برو بالا. من متکر همجوری برد اشتباه نکنم. بالا اوکی کر شدم. چقدر زیاده چه میده. خبره خب رسیدیم به این که این نیفتی پا بالا نمیری. ای اول بالا نمیری. میارم تو چه خبری؟ نمیشه اینا رو گرفت. چیه؟ گره یخچاله چیه؟ گره
اول اینجا رو چک بکنیم چیه رو. حالا احتمالا این صندلی یه جا به درد می‌خوره. صندلی میشه جا جا روشن کنم. چیه آرماش بالا یه راهی داره این بشه این کشوها رو باز کرد راهی داشت. ای بابا باز دوباره این کشوهاش همهشون خراب هیچ کنیم بازیم. بالا یه چیزی هست ولی نمیتونم رد شم. ساعتش باگ داره هی میره بالا این الان باز دوباره وسطیش باز میشه. گیرکش باز میشه. گفتم چرا روشن کنم یعنی یخچال کمودش چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ خبری میشه کوتوله یه جا رفت. ببینید در این پشتی قشنگ نشون نه گوشش بازه چیزی هست ولی معلوم نیست چیست. اونا بریم بالا ولی خب بالا نمیشه. وایسا صندلی گذاشته میشه دیگه. صندلی ببین اگه ربطی نداره وایسا نه اینجا بذار شاید برس. نه نمیرس. گیر الو بیرون گیر که ای بابا گیر من احساس میکنم اینجا باید یک کاری انجام بدم نمیدونم یه حسی بهم میگه یک کاری باید انجام بدم. ماشاءالله انقدر تاریکی تو مانیتور دیده نمیشه. این راه نداره نمیبینم جلو اصلا کورم هیچ فکر خاصی نیست. بالا برو بالا چجوری انقدر من در باز میشه خیر طبقه بالا برو بالا دیگه در اساسا از اینجا باید احساس میکنم اینجا یه داستانایی هست بسیار سرصدا که نمیتونم بگم چون همینجا سرصدا بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خودت آسانی نیست. پس چه خبره؟ قبلا دستم نمیرسه. چمدون میاد آیا؟ بله بخواد اینجا بگیم همین اوی تو چی بود بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا خودت کن F یه ذره که بیشتر از یه ذره ریدم به خودم احساس میکنم. احساسم که نه بکنم به آن ریدم. صدا قدم برداشتن بود قفلین طبقه بالا که نداشت طبقه آخرش مثلا بالا میز پیست دیدی چقدر چی شدی؟ نه بالای میز یه دونه کلید
نکنه اومدیم خونه این یارو دست بلنده بود، 6-7 متر دست داشت، کله اینقدر بود تو بدنش، کله اینقدر بود بدنش اینقدر بود. عکسی رو نگاه کن، اینم شیشاش ها بسته است. یه سیبه میگه داستان همین. اوی نمیری کارا چی؟ آروم رو میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی نباشی جان مادر. با در باز کن دیگه. نخوریم. نمیتونم بزنم. چرا شبیه این یارو چی بود؟ کارتون عروسک ها بودن، چیز همچین اسمی داشت که نگهبانی میداد دست میزد، نیم دست سینیان میکون بنده شبیه اونه. سپیس دقیقا همونجوری دست. بسم الله الرحمن الرحیم. آسانسور این برم دست نمیشه کلید رو این دوست عزیز با خودمون برده بیا. عدسم نیفته عدسم نمیده بعده بجی سپیس. ما یک گوشه قایم میشیم محض اطمینان نه احتیاط. در خطری رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی چی معلوم نیست. موش ای بابا با زورین گوشنش تازه غذا خوردی نبقی من صبح داله اینجی نخوردم گوشنم هم نی چه بدبختی گیر کردیم. بشین دلو خبریه. باش خود بگوشی راحت تری. صدا دار کی؟ نکنم گوشتر ما بباری. امیدوارم اون نباشی. نه همینه دقیقا خودش. از زندگی محو شد اصلا گوشته. اوه دستش درازه. من خودم احتمالا متوجه شده باشید چی دستمسش بلنده. باید دقت کنی قفسه رو میخواد بگیره دست داری میزنی مثلا چی بلنش شو که به چوخی فرار رسید. امیدوارم یارو نیاد. امیدوارم دستگیره رو بگیرم. بله درسته. بیا آمو بیا. خب یارو کوره. خب کور باشه خب کر مسلما نیست. نمیدونم امیدوارم کر باشه نشینه باشه. میخواد بیاد مورد اوی بابام. حالا همه چیز اینجا تایمر داره. بدبختی گیر کردیم.
خب این سال دیگه هم نمیرسم. چیکار کنم؟ تاپ. بله 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 بله. تاپ. این تازه داره میگه چیکار کن. اصلا نبودی میذاشی فردا میگفتی. محرمون میکنم میگه اف. در اینجا در بابا قول بده. قول بده عمو جان. گاوی مگه قول بده. قول نمیدی. چیکار کنم؟ گیر که این بالا میری. این بالا میری یا نه؟ بله مثلا از همجا با میرسم. پر اون گیوتینه چی؟ فکر کنم این گیوتینه. آره این گیوتینه. گیوتین هم که نیازی نیست بگم چیه دیگه همه تو میدونی. روش کشتن خیلی دارکی، یعنی دارکتر از این نده. صدا نفس می. امیدوارم اون دست درازه نباشه. به داداشم کسخل میزو بیار پایین در خب کلش نمیرسه. بکنم رو همین اینا چون را ببین. چرا؟ چون رو اون چوبا را میریم قش صدا میریم. یعنی تا اون ور خیلی راه دستون رو کفن میکنی چون بسته بندی میکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا امید خودت کمکمون کن. ساکت. نیایه رفت. اولی فاک. حالا اینو باید برم بالای این که بالاش یه دونه چیزه پارچه است. بعد اینو برم اونور بفرم اون یکی درچه رسم. چه لذیذی گوشی. برو سر کارت دیگه. بلنگی هم میشون. نه این مثل اینکه قصد نداره بخواه سر کارش. فعلا دنبال ما با سیف جاد دیگه. من بین رفت. آره بذار من بشینم احتیاط میکنم. من بپرم برم رو پارچه. نیا جانم مادره. نیا عمو جان نیا. نیا دنبال چی؟ بیا برو تو کارت انجام بده. بذار ما هم کارمون انجام بدیم. درست داریم از دست در میریم. چقدر قولنج میشونی. بسم الله الرحمن الرحیم. شیفت یکم اول برمیگردیم. شیفت میریم میپریم. این بره نشون میدی جان. ببینیم جرقه وای نمیبینیم. باک نیا یاجی من نیا فلانه که نه. اینو باز کنم دست.
صدای قدم زدنش خیلی میاد، یعنی هر یه قدم برمیداره منم یه بار میدونم به خودم. حالا این صدا نمیده آیا؟ ساکت گاوی میگی. اگر صدا داد خب مسلما مثل هم یکیو که تندون و ردشم برم تو دریشه، چون تنها بشیم گلی وصل با هم. ما میایم اینور وای میشیم که موقع حاجی ضربم قلبم رفت بالا، قلبم داره میزن. وای 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 اومد، وای 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 وای. برو بالا برو بالا، این دستش دراز الان میاد. فو چی ریدم به خودم، قلبم کدومه؟ فو فاک. خب اون نداره رد کردیم. چی ریدم به خودم، قلبم نمیزنه. سکتر دادم. چقدر لنگی کفش این. ما باید تو اون تونل لنگه کفش دیگه، اینجا بیشتر. ببین همین کفش ما رد شم. اون چیه؟ برو بالا برو بالا برو بالا. گورکنه چی؟ کفشم از اون اضافه چه بازی آجی. وای 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 وای. نرفت از اول میاره. 1 2 3 الان که میدونیم هرچی سریعتر برد چی. برو جان مادرت وقت تلف نکن، جانت عزیزت. برو بالا. خب این از این. نباید سری میرفتم فکر کنم. نه ببرش. هولی شت. خب من دوباره باید واه نمیرسم چمدون بغلیش ببرم، خیلی دوره. من سال دیگه هم نمیرسم. وای برو بالا. وای خب رد کرد. عالی عالی. نیافتی جان مادرت، برو بغل گوشمون خوابیده. ریدم بدم. خب آقا همینجا ویدیو رو ببندیم و فعلا تا همینجا. آره و امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لایک ساب کامنت یادتون نره، کمک خیلی بزرگی به من. خوشتون اومده باشه از این ویدیو. تا ویدیو بعدی بدرود.